سلام عشق، امیدوارم که حالتون خوب باشه و من تامیا مخلص تک تکتون اومدیم با یک کانفیگ خفن و رایگان سم مخصوص سیزن 10 که دیگه با هم بتر کنیم و داشته باشیم یه بازی جذاب و لذت بخش طبق معمول عشقا. هر سیزن برای شما یه DNS خفن رایگان و یه فیکس لگ خفن رایگان و 4-5 تا کانفیگ و اگر بشه چیت هم براتون اضافه میکنیم که بزنین و عشق کنین و لذت ببرین. پس لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه و زنگوله رو هم بزنین که هر دفعه پست خفنی گذاشتیم اول از همه شما خبردار بشین و بیاین از این محصولات استفاده بکنید، لذتش رو ببرین، ما رو هم به دوستاتون معرفی کنین عشقا. خلاصه با کمک کردن و حمایتتون ما انرژی میگیریم و بیشتر براتون فعالیت میکنیم و پست‌های خفن‌تر و کانفیگ‌های خفن‌تر میذاریم که لذت ببرین عشقا. دیگه کانفیگ‌های پولیمون هم که خودتون در جریانین، پرسونال تورنمنتی مخصوص اندروید و پی سی آی او اس که میتونین خیلی راحت خریداری بکنین و بزنین و عشق کنین و لذت ببرین. خیلی خوب عشقا، من تامی ام. اینم آموزش ریختن کانفیگ‌های رایگانه. وارد امتی منیجر بشین، بعد از اینکه فایل رو دانلود کردین وارد فایل زیپ بشین، وارد پوشش بشین. 3 تا پوشه وجود داره، آیدی من و پوشه هلپ که همین ویدیوه و تامی فایل که فایل کانفیگمونه. این هم فایل های کانفیگه. از قسمت سمت راست وارد پوشه اندروید بشین، بعد وارد پوشه دیتا بشین. حالا پوشه com.activision.call-of-duty.shooter رو پیدا بکنین و بعد واردش بشین. خیلی خوب. 2 تا پوشه وجود داره، کش و فایل. پوشه کش رو پاک میکنین. برای کسایی که پاک نمیشه بعد از خرید آموزش حذف این مشکل و رفعش هم وجود داره، نگران نباشین. بعد از اینکه پاک کردین وارد پوشه فایلز بشین. اینا فایل اورجینال بازیه یا حالا هر کانفیگ ریختی مهم نیست. از قسمت بالا روی سلکت آل بزنین و همه رو انتخاب بکنین. پوشه اکسترکت QTS و پافر QTS تیکاشو بردارین. اینا رو نباید به هیچ عنوان پاک کنین. بقیه رو هم دیلیت میزنین. اگر هم کسی مشکل حذف ایل تو CPP رو داشت، این هم مشکل نیست، بعد از خرید آموزشش داده میشه. خیلی خوب. قسمت سمت چپ همه تیکاشو بزنین و همشون رو مجدد انتخاب بکنین تا بخواین همشون رو انتقال بدین. روشون نگه دارین و اکسترکت رو بزنین. تیک گزینه اپلی رو حتما بزنین و بعد تایید رو بزنین. اینجا ازتون رمز میخواد که البته روی این فایل رمز نیست، ولی بعد از خرید یا دریافت رمز داره. با همین راحتی کانفیگ رو ریختیم. نکته بعدی عشقا که میخوام بهتون بگم یه سری نکات هست که باید حتما رعایت بکنیم برای اینکه کانفیگتون بهترین عملکرد داشته باشه. به طور مثال اکسترکت کردن فقط از طریق امتی منیجر، مدیریت فایل امتی منیجر، کاملتر بگم که متوجه بشین عشقا، و اینکه استفاده از ژیروسکوپ و یه سری اصولایی که توی کانالم گفتم. خلاصه پسورد این فایل هم همین الان براتون اینجا نمایش داده شده عشقا. خلاصه که سرتونم درد نمیارم عشقا و ما رو فراموش نکنین. منتظر باشین به زودی پست‌های خفن‌تر و کانفیگ های خفن‌تر و DNS و فیکس لگ هم تو راهه که میخوایم این سیزن رو مثل سیزن های قبل پر انرژی بتر کنیم. مخلص تک تکتون، تامی.